درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 58. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. ایجادیات صدرالدین عینی سرتاسر با محبت بزرگ نسبت به وطن خود، نسبت به خلق خود فرا گرفته شده است. شراف رشیدов. اساساً آسیای میانه همیشه یکی از مرکزهای بسیار مهم ادبیات فارسی بوده، بلکه پس از نابود شدن ادبیات این زبان به واسطه هجوم عرب و سوزانیدن آثار و کتاب‌های فارسی، آسیای میانه قدیمترین منبع و سرچشمه ادبیات فارسی است. می سال 1926 مسکو. ابوالقاسم لاهوتی. قاضی محمد شریف صدری ضیا، تولد 1282. نمونه از تذکیرت الشعراء صدری ضیا درباره بیانی حالی محمد صدیق حیرت انشاد کرده. جوانی خردمندی نیکو نهاد، چو او مادری دهر هرگز نزاد. به کشف رموز و به درک امور، ندیدن نظیرش سنین و شهور. بنای سخن راست رکنی تمام، یکی صادق القول صدیق نام. به حیرت فرو رفت خلق ازو، ورا حیرت آمد لقب بهر او. ز اقران او کس نشد در جهان، که تسلیم او را نبندد میان. سخنهای او بس که شد دلپذیر، ستایش کند هر کسی ناگزیر. ورا صیت شهرت چنان شد تمام، که گردید مقبول با خاص و عام. کمندی خیالش چنان بود رسا، که صید معانی نمی شد رها. و فکری رسا و به طبعی بلند، به نظمی ثریا فکندی کمند. به طرزی نوی نکته پرداز شد، چو بلبل ادا سنج این راز شد. کلامش گلی بوستانی سخن، خیالش نسیمی جنانی سخن.
دوری بی بها بود و کانی ادب، از او حیرت آور عجم هم عرب. بدان سان که در بدوی رشد و تمیز، نماندش ز فضل و هنر هیچ چیز. که منشور ادراک او بر نخواند، ندانسته یک چیز از وی نماند. در این عصر و آوان به ملکی بخار، به خردی نشد کس بدین اقتدار. که در نظم و نثر است صاحب هنر، ز اقسام دیگر هنر با خبر. ورا آن قدر بود دستی سخن، که زلفی سخن راست او شانه زن. نزاکت بود زاده طبع او، گلستان فکرش حلاوت نمو. زبردست میدان دانشوری، ولی بود از عجب و نخوت بری. بعد از چند بیت دیگر می نویسد: در آن دم که می بود تهذیب خان، به عقبا خرامید آن نوجوان. همیشه به عینی و منظم به هم، بودندی به شادی و با غم به هم. به درس و به شعر و به دیگر هنر، شریک و رفیقند با همدیگر. چند بیت از آخری ذکر ترک شد. صدر ضیا خوشنویسی کم همتاست، که نستعلیق را بسیار زیبا می نگارد. همه مؤلفات خود را به خط خود در کمال زیبایی تبعیض نموده، خیلی اثرهای دیگران را نیز از متقدمین و متأخرین بذات در قید کتابت کشیده است. با این همه فضل و کمال، سبک صحبت و لاابال است. مصاحبتش طرب اندوز و مقارنتش معرفت آموز است. بابی تا محمد نقیب خان طغرل احراری فلغری، وفات 1337. از دیوانش: دل به طاق ابروی او می پرستی می کند، چون کبوتر در هوای کعبه مستی می کند. از بلندی کی رسد بر ذروه آن آستان، طالع و اقبال سستم سخت پستی می کند. سرمه دارد آرزو چشم از غبار مقدمش، خاک پایش را جبینم پیش دستی می کند.
هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار. کی چو مجنون دیگر دعوای هستی می کند. عجز باشد در طلب شمع دلیلی مدعا. صد درست از مومیا یک دل شکستی می کند. فکری موزونم کنون طغرل بر اقلیمی سخن. حکم دیوانی وزارت چون مهستی می کند. در تتبع و تضمینی بیدل. ز جوشی اشک در آبم گهربار این چنین باید. ز شامی غم سیه روزم شبی تار این چنین باید. نمی باشد بغیر از یأس دیگر دستگیری من. به نکبت خانه دنیا مددکار این چنین باید. ندارد کفر زلفش هیچ آیینی مسلمانی. به کیشی اهریمن البته زنار این چنین باید. ز دستی ناکسی همسنگ پای مور گردیدم. به میزانی محبت وزن و مقدار این چنین باید. متاعی هر دو عالم نقد مهنت را نمی ارزد. قماشی جنس غم را نرخ بازار این چنین باید. ادیبی طفل اشکی عاشقان باشد سرشکی من. بلی در سلک جوهر در شهوار این چنین باید. پری پروانه باشد روغنی شمعی وفا امشب. به عرضی مدعا سامان اظهار این چنین باید. عرق گل می کند از جوهری عکسی رخش هر دم. به حیرت خانه آیینه معمار این چنین باید. هزارش آفرین طغرل بر این یک مصرعی بیدل. ز هر سو دام بر دوشم گرفتار این چنین باید. در پیروی و تضمین یک غزل بیدل که مطلعش این است. باده ندارم که به ساغر کنم. گریه کنم تا میژه تر کنم. نوشته ناله همان به که ز دل سر کنم. گوش فلک را ز فغان کر کنم.
طفل دبستان جنونم کنون، نسخه دیوان غم از بر کنم. دهر شود صفحه نیستان قلم، تا غم عشاق به دفتر کنم. دم بدم از شوق چو مینای می، سجده تعظیم به ساغر کنم. رشحه ابری کرمش این بود، جبهه خود را ز عرق تر کنم. نیست دیگر بدرقه جز امید، در ره این بادیه رهبر کنم. می رسدم رتبه او رنگ غم، خاک کفی پای تو افسر کنم. بر ورقی شرح پریشانیم، زلف تو را رشته مستر کنم. به که به باغ از قدی چون سرو تو، ترک تماشای صنوبر کنم. بر رخ نبضی رگ گل همچو مهر، سایه مژگان تو نشتر کنم. کردی تو یک جلوه در این چشم باز، رقص ز شادی چو کبوتر کنم. این بیت را که بجز مقابل آمدن لفظی باز و کبوتر دیگر حسن ندارد، در مصرع اول یای کردی تو یک جلوه از وزن مقصود زاید است. کردی تو یک جلوه در این چشم باز، رقص ز شادی چو کبوتر کنم. سایه صفت سوی تو زفتادگی، پای ندارم قدم از سر کنم. باد به شمشیر تو خونم حلال، گر سری مو حرمت این سر کنم. از هنری صیرفی نطق خویش، حلقه به گوشی سخن از زر کنم. طغرل مخموری می بی دلم، باده ندارم که به ساغر کنم. فقیر را نیز در این زمین به تضمین مصرع مذکور بیدل چند بیت است که ایرادش بی مناسبت نخواهد بود. شب که به هجری تو فغان سر کنم، سامعه اهل جهان کر کنم. ناله کنم گریه کنم زار زار، خاطر همسایه مکدر کنم. ساغری امید به خارا زنم، باده ندارم که به ساغر کنم. چند به زانو ز الم سر نهم، چند تمنای تو بر سر کنم. چند نشینم برهت منتظر، چند نگه فرش تهی در کنم. چند مکان با غم هجران در این کلبه تاریکی محقر کنم. کی رسد آن روز که از روی تو
دیده مشتاق منور کنم. روی بران پای نگارین نهم، دست بران کاکل عنبر کنم. در صفتی عارض گلگون تو، نامه اشعار معطر کنم. ناطقه اقرار کند بر قصور، پیروی بی دل اگر سر کنم. نقیب خان طغرل در کوهستان فلغر تولد یافته، در سمرقند و بخارا تحصیل کمال نموده است. در آخرهای حال آب و هوای تازه کوهستان را از زندگانی شعشعداری پرتشویشی شهرها ترجیح کرده، در آنجا به دهقانی و چارواداری مشغولی گزیده بود. در سال 1919 با خدمت حکومت شورایی در آمده به وطن خود فلغر کار می کرد. در وقت هجوم باسمچیان مسجاه به فلغر، همراه عساکر سرخ به عکس هجوم اشتراک نموده بود. در آن سفر به سبب کشته شد. طغرل مقلدی بیدل است، لیکن مثل بسیارترین مقلدان بیدل در این پیروی هیچ موفق نشده است. استعداد طغرل بسیار کامل و خیالش مستعد بالادوی بود. اگر طبع خود را در اسارت تقلید بیدل نمی انداخت و هم به حق خود بسیار نیکبین نمی بود، از سرآمدان زمان خود شدنش محقق بود. طغرل شاهین را مصاحب شده و خود را از شاگردان او می شمارید، لیکن از اشعارش معلوم می شود که شاگردیش به شاهین تنها به نام است، تنقید و تصحیح او را ندیده است. زیرا اگر مانند طغرل یک کامل استعداد از مثل شاهین یک استاد کامل تنقید و راهبری میدید، هیچگاه به اشعارش آنقدر خامی ها که به دیوان طغرل دیده می شود پیدا نمی شد. هر کی در دشتی جنون بیند منی دیوانه را، هر کی در دشتی جنون بیند منی دیوانه را، کی شود مانند مجنون آشنا بیگانه را، کی
کی شود مانند مجنون آشنا بیگانه را. حسن خوبان را جلا باشد نگاه عاشقان، اعتبار نیست اینجا شمع بی پروانه را. حسن خوبان را جلا باشد نگاه عاشقان، اعتبار نیست اینجا شمع بی پروانه را. سری سودای زلفی او چی سان سازن گذر، ای فزونگر با کی میگویی تو این افسانه را. از سری سودای زلفی او چی سان سازن گذر، ای فزونگر با کی میگویی تو این افسانه را. جز پیری طریقت مرشد میخانه را. طور الاسرار ادب از با درفشان می شود، نیست جز پیری طریقت مرشد میخانه را. هر کی در دشتی جنون بینن منی دیوانه را. کی شود مانند مجنون آشنا بیگانه را. کی شود مانند مجنون آشنا بیگانه را. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 58 را از روی کتابی استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرالی نغزلی.